همسران پیامبر بعد از مرگ پیامبر هم انجام میدادن، اعتکاف این دهه اخیر بود. یعنی در این دهه اخیر در مسجد شب را روز میکردن، روز را شب، یعنی کاملا زندگی خود را به مسجد میکشانیدن. یعنی اعتکاف نشستن و تمامی کارهای دنیا را در این 10 روز ترک میکردن، تماما از مسجد نبرآمده فقط عبادت میکردن. البته وقتی اعتکاف خوردن و صحبت‌های مباح کردن اون هم، اما به طرز اینه که طول روز در اعتکاف صحبت کنین، صحبت‌های مهمی یا در کاری کردن و خواب رفتن، اینها همش در داخل مسجد جایز است. یعنی زندگی خود را به مسجد میکوچانیدن که حتی همسران پیامبر، زنهای پیامبر هم بعد از مرگ پیامبر اعتکاف را ترک نکرده است. و پیامبر میگن هر کسی که از ثواب دهه آخر محروم است، او دیگر محروم است. او دیگر محروم است. یعنی دیگر کی او از ثواب